توی این ویدیو میخوام در مورد این صحبت کنم که احساس ارزشمندی چیه و چطور میتونیم اون رو توی خودمون تقویت کنیم. در بین همه مفاهیم مربوط به خود، احساس ارزشمندی یا ارزشمند دونستن خود مهمترینه. اعتماد به نفس، عزت نفس، عشق به خود، احترام به خود و دیگر مفاهیم مشابه همگی با اهمیت هستند. اما بنیان همه اونها احساس ارزشمندیه. توی این ویدیو میخوایم در مورد این صحبت کنیم که احساس ارزشمندی چیه و چطور باید ارزش خودمون رو درک و اون رو تقویت کنیم. سرزنش شدن مداوم برای اغلب ما احساس ناخوشایندی به دنبال داره. اینکه خودمون دائما در حال سرزنش و ایراد گرفتن از خودمون باشیم به مراتب حس بدتری از سرزنش شدن توسط دیگران به ما میده. شما چقدر خودتون رو قبول دارید؟ چقدر روی توانمندی های خودتون حساب میکنید؟ زمانایی که یک کار اشتباه انجام میدید چقدر طول میکشه تا گفتگوی درونی خودتون رو تغییر بدید و با خودتون مهربون باشید؟ همه اینها در یک کلام میشن خویشتن دوستی. بسیاری از آدم ها فقط وقتی احساس ارزشمندی میکنن که به موفقیت برسن. بر مبنای نظریه احساس ارزشمندی، انسان با دستیابی به اهداف خود در زندگی خودش رو به رسمیت میشناسه. توانمندی، قاطعیت، عملکرد و عزت نفس عناصر این نظریه هستن. بعضیا فکر میکنن که ارزش دادن به خود چیز بدیه، اما این اصلا درست نیست. این کار باعث میشه ضعف هامون رو بپذیریم و بر توانایی هامون تمرکز کنیم. گاهی ما از خیلی از ویژگی های مثبت خودمون آگاه نیستیم. خود آگاهی کمک میکنه اونها رو کشف کنیم. در مسیر ارزش دادن به خود میتونیم بهترین دوست خودمون باشیم یا بدترین دشمن خودمون. با تعویق خودآگاهی در واقع رهایی و بهبود رو به تأخیر میاندازیم. احساس ارزشمندی وقتی حاصل میشه که بدونیم چه کسی هستیم و چه ویژگی های مثبت و منفی داریم. اما چطور احساس ارزشمندی رو توی خودمون تقویت کنیم؟ اول اینکه فهرستی از استعدادها و مهارت هاتون تهیه کنید. همه ما چیزی برای عرضه داریم. انسان توانایی شگفت انگیزی داره و میتونه خیلی چیزها رو یاد بگیره. فهرستی از مهارت‌ها و استعدادهاتون تهیه کنید. با شناسایی توانایی‌هاتون نقاط ضعف رو به عقب میرونید و اجازه میدید توانمندی‌هاتون به چشم بیان. شماره 2، مراقب قانون مورفی باشید. افرادی که حس ارزشمندی پایینی دارن عادت دارن خودشون رو مسبب همه اتفاقات بد بدونن. اما هنگامی که اوضاع بر وفق مراد اونهاه، اون رو به دیگران نسبت میدن. حالا که با این گونه افکار ناکارآمد آشنا شدید، لیستی از افکار ناکارآمد خودتون تهیه کنید و با تمرینات خودآگاهی در لحظه‌ای که خودتون رو مسبب مشکلات میدونید اونها رو تغییر بدید. مثلا وقتی که میگید من نمیتونم کارهای شرکت رو به خوبی انجام بدم، این گفتگو رو تغییر بدید و بگید من هم مثل همه آدم‌های اطرافم دارای نقاط ضعف و قوت هستم و خودم رو با تمام مشکلاتم میپذیرم. مشکلات خودتون رو شخصی سازی نکنید. برای اینکه از این دام رهایی پیدا کنید توصیه میکنم از تکنیک حصاربندی استفاده کنید. طبق این تکنیک همه ما به دور خانه و محوطه زندگی خودمون حصاری میکشیم تا مشخص بشه به چه منطقه‌ای تسلط داریم. به همین ترتیب یک حصاری به دور مسئولیت‌های خودتون بکشید. اینجوری می‌بینید که هیچ کنترلی بر اعمال و رفتار دیگران ندارید و قرار نیست مشکلات دیگران رو شما حل کنید. به طور مثال اگر توی محیط کار رئیستون به نحوه عملکرد تیم انتقاد داره، منظور اون تمام سازمان و نباید اون رو شخصی سازی کنید و مقصر اون رو خودتون بدونید. شماره 3، به خودتون عشق بورزید. خودتون رو همونطور که هستید بپذیرید. اگر چند تایی ویژگی منفی دارید برای اصلاح اونها تلاش کنید. زندگی در وضعیت انکار اشتباهه. این کار فقط رسیدن به رهایی رو عقب میندازه. شماره 4،
با آدم‌های سالم در ارتباط باشید. آدم‌های سالم همدیگر رو جذب می‌کنن. عادت‌های خوب عادت‌های بد رو از بین می‌برن. غلبه بر عادات بد میتونه به شما احساس ارزشمند بودن بده. هر کس باید با ارزیابی ارزش‌هاش توی زندگیش به یک زندگی سالم فیزیکی، احساسی، اجتماعی و ذهنی برسه. ما باید آگاهانه در مسیر توجه به دیگران و مهمتر از اون توجه به خودمون گام برداریم. احساس ارزشمندی منبع سرشار و مانای رضایت از زندگی. امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. یا علی مدد.